دوستان عزیزی که نمیدونن چجوری امتیاز نات پیکسلشون رو به 100,000 تا برسونن، بهترین راه برای این کار اینه که یه مقدار تون خرج کنید که بتونید این کار رو انجام بدید و شامل ایردراپ نات پیکسل بشید. اینجا ببینید من 195,000 تا دارم. چجوری اینو کسب کردم الان بهتون میگم. اینجا شما هر چقدر که بیشتر کسب کنید سرعت ماینتون هم میره بالا. این سرعت ماین وقتی بره بالا میایین چند ساعت یک بار جمعش میکنید اینجوری. خب این یکیشه. تسکا رو که انجام بدین که بهتون امتیاز میده، ولی مهمترین نکته اینه که شما از طریق نسخه وب وارد بشید. اینجا ما 3 تا خط رو میزنیم تو این قسمت پایین نوشته دسکتاپ ورژن. اگه این رو برای شما نداره باید یه بار از تو کامپیوترتون برید. توی کامپیوترتون برید وارد تلگرام بشید و دسکتاپ ورژنش رو فعال کنید اگه نبود این گزینه. اگرم بود که روش کلیک میکنید میایید اینجا، این حالت دسکتاپ ورژنشه. این هم هیچ فرقی با اون نمیکنه، ولی فرقش اینه که این جایزه ها رو میبینید این بالا، اینو میزنی اینجا کیف پولتو وصل میکنی. اینجا وقتی که اولین بارت باشه کیف پولتو وصل میکنی. وقتی وصلش کردی اینجا تا 24 روز میتونی جایزه بگیری. نگاه کنید من الان تا روز 16 اومدم. فقط چقدر ازت میگیره؟ فکر کنم اولیه فقط 0.2 تن میگیره، بقیهش همش 0.1 تن. یعنی کلا تا آخر 2.5 تن ازت میگیره. 2.5 تن ازت میگیره که اینا رو برات فعال کنه. حالا اینا چه خوبیایی داره؟ این دینامیتا رو که میدونید، این دینامیتا فکر کنم یه 15x15 رو براتون میزنه. مثلا اگه یه دینامیت داشته باشین 15 پیکسل در 15 پیکسل رو براتون میزنه. این شارژه برای اینه که وقتی شارژتون تمام میشه دوباره فول شارژش میکنه براتون. الان بهتون میگم چجوری. این سطح رنگم همین شبیه دینامیت است، ولی این رنگ میکنه، این تخریب میکنه، این رنگ میکنه. مثلا یه سطح رنگ رو میپاشی 15x15 و ظاهرا برات رنگ میکنه. دقیق نمیدونم چند بود ولی 15x15 انگار. حالا یا 9x9. حالا این قسمت باتریه، این باتریه هم خیلی خوبه. باتریه چه خوبی داره الان بهتون میگم. میرم تو قسمت رنگ که رنگ کنم. اینجا ببینید من میام این میجره رو میزنم اینجا. خب میخوام رنگش کنم. اینو ببینید، اینو بچرخونم به سمت بالا پر رنگ میشه، بیارمش پایین اینجا معلوم میشه که من باید کجاها رو رنگ کنم. میام اینجا و این قسمت ها رو من باید آبیش کنم. خب میام رنگش رو اول انتخاب میکنم. رنگش باید این آبیه باشه. خب حالا ببینید اینجا من میام این رنگ خودکار یعنی رنگ سریع رو انتخاب میکنم. ببینید من 40 تا دارم. من چجوری 40 تا دارم شما مثلا 10 تا 20 تا داریم؟ به خاطر اینه که اونا رو تکمیل کردم. این باتری هر بار 4 تا بهت اضافه میکنه. الان من اینو میزنم. خب 1 2 3. ببین چقدر زود رنگ میکنی، قشنگ میری سراغ بعدی. بعد از این که رنگ کردی الان بهتون میگم چی کار کنی. حالا بذارید من این رو رنگ کنم بهتون بگم چجوری این کار رو بکنید. حالا که رنگ من داره تموم میشه، اگه این رنگ تموم بشه من اون جایزه ها رو گرفته باشم، شارژر رو دوباره 40 تا برام شارژ میکنه. این زرده 40 تا برام شارژ میکنه. و اینجا این دینامیت هم که تقریبا 5x5 دینامیت، آره یه 5x5 رو براتون چیز میکنه، یعنی 25 تا خونه رو یهو میترکونه و امتیازش رو میگیرین. این سطح رنگه هم 3x3 یعنی 9 تا از این خونه ها رو میتونی یهو رنگش کنی، امتیازش رو بگیری. پس ببینید اینجا که بهتون میگم این مفیده، این کلی به نفعتونه. 18 تا دینامیت تو فکرشو بکن. 18 تا دینامیت اینجا داری 17 تا دینامیت داری میگیری. این 17 تا دینامیت رو بیای ضرب داره بذار 5x5 25 ضرب داره 17 یعنی 425 تا خونه رو برات رنگ میکنه. همین یعنی 425 تا خونه رو امتیازش رو بهت میده.
این 18 تاست. خب 18 تا از این چند بود؟ بذار ببینم یادم این چند بود. اینجا این 3 در 3 بود، یعنی 9 تا. بگیم 18 تا ضرب در 9 162 تا خونه رو بهت میده. خب خوبه دیگه. بعد این یکی هم که میخوای بگیری، مثلا الان من میخوام اینو بگیرم، نگاش کنید توی قسمت دسکتاپ ورژن میریم دوباره، ببینید من اینو، خب این الان من هر بار 40 تا بهم میده. خب یعنی من دفعه بعدی امشب فکر کنم دوباره میتونم اینو بگیرم، این شارژر رو. صبر کنید این بیاری، نمیدونم چرا دیگه نمیاد، باید از اول وارد شم فکر کنم. خب نگاه کنید اینجا رو، من امشب قراره بهم، نه دیشب گرفتم، دیشب 4 تا شارژ بهم داد، دوباره 4 تا دیگه بهم میده، دوباره 4 تا دیگه میده، یعنی من 8 تا دیگه شارژ بهم اضافه میشه طی چند روز آینده. به جای 40 تا میشه 48 تا شارژ. اینم که 20 تاست. خیلی خوبه واقعا، به نظرم ارزش داره بزنید امتیازتون رو ببرید بالا. حتما این کار رو انجام بدید. یه توضیح کوچولو هم در مورد بازی‌ها بهتون بدم بچه‌ها. من الان کدوم بازی‌ها رو خودم انجام میدم. ببینید یکی از بازی‌هایی که واقعا الان خودم دارم انجام میدم همین بازی ممهشه، خب که میگن شبیه بیت کوینه و میتونی ماینش کنی. بذارید من از اینجا از تو سیستم خارج بشم. الان اینجا رو نگاه کنی، من ممهش رو میزنم، وارد میشم، ببینید که چجوریه. باید یه مقدار خرج کنین برای این بازی ها. اصلا مهم نیست که چجوری باشه، مهم اینه که شما اینجا یه مقدار باید خرج کنین. یه سری از بازی ها، مثلا همین بازی میجر، هر کسی که خرج کرده بود کلی بهش توکن داده. هر کسی که خرج کرده بود واقعا توکن گرفته بود. نگاه کنید اینجا رو من میزنم و ماین رو شروع میکنه. برای ماین فکر کنم اول 600 تا استارز میخواد. 600 تا استارز باید بدید تا ماین رو شروع کنید. نگاه کنید الان شروع کرده ماین کردن و الان نگاه کن اینجا این چیزایی که من ماین میکنم، ماین روارد وایسید بهتون نشون بدم. نه اینا مال بقیه است، این سری جاهاش مال منه. خب اینجا رو ببینید 173 تا رو من ماین کردم و قسمت آپگرید رو میزنی. اگه میخوای توربو باشه، توربو رو فعال میکنی، اونم یه مقدار ستاره میخواد. این قسمت هم اگه میخوای دوباره شارژش رو زیاد کنی، اینجا باید بزنی 400 تا استارز میخواد تا شارژش رو دوباره، یعنی از 14000 شارژش رو ببره روی، نمیدونم چقدر میبره بالا، ولی الان میخواید بزنم ببینیم چه جوریه. خب اینم 400 تا میدیم، ببینیم که از 14000 رفت روی 18000. خب باتری من، انرژی من رفت روی 18000. مثلا میم8 یه بازیه که من بازی میکنم دیگه، خب و دوست دارم اینو ادامه بدم چون میدونم که این معتبره. پاور دروپ ازش حمایت کرده بود خودش، مال شرکت راکسمنه، همونی که میجر رو طراحی کرده بود. ببین اینا بد نیست، اینم که توکن هم توش مونده. بازی دراپی هم که ممکنه اگه تیک آبی بگیره ادامهش میدم، اگه تیک آبیشو نگیره ادامه نمیدم اینو. و بلوم که خوبه واقعا. CX هم که منتظریم لیست بشه، به زودی قرار لیست بشه. پاس هم که خودتون میدونید معتبره واقعا. پاکت فای یکی از گزینه‌های خیلی خوبیه که میتونید ازش پول در بیارید، ولی این یه مقدار براش خرج کنید بد نیست. اگه برای بازی یه مقدار خرج کنید، این تسکاشو بتونی انجام بدی، خیلی میتونه برات موثر باشه. این چیزای روزانه‌ش هم حتما بگیرید بچه‌ها، نگاه کنین اینو رو حتما بگیرید. ببین امتیازات من الکی به اینجا نرسیده، دارم کلی تسک انجام میدم تا به اینجا رسیده. نگاه کنین همه اینا رو من اینو انجام دادم. خب بعد اینا رو همه رو انجام دادم. من یه چند تا جای دیگه هم هست که اینا رو هم انجام دادم، اینا رو قفل کرده فعلا و اینا رو ببین اینا همش انجام شده. این تسکا رو بتونید انجام بدید کلی بهتون توکن میده. خب اینجا ببینید من کلی اینجا پول واریز کردم، از این توکنه خریدم که خودش گفته، به خاطر همین اینجوری امتیازاتم بالا رفته. خب حالا پایین دیگه زیاد خبری نیست. اوکی ایکس هم که منتظرم لیست بشه، مینفای هم که
بدترین ایردراپ دبلیو کوین هم که به نظرم معمولیه. سید اپ هم جزو ایردراپ های خوبه، چون توی بایننس قرار لیست بشه. ایردراپ هایی که توی بایننس لیست میشن بهترن. تون استیشن هم که گفته بود به ایرانیا نمیده، ببینیم که آخرش چی میشه. تون استیشن من نرفتم توش خیلی وقته، بریم یه سر به اینم بزنیم ببینیم که داستانش چیه و چقدر به ما ایردراپ داده. اینجا خب اینو نمیخوام من ببینم توی قسمت ایردراپ به من چیزی داده یا نه. 19,000 تا من دارم، گفته 2 روز دیگه میتونی برداشتش کنی. آره دیگه بچه ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگه سوال چیزی داشتین زیر همین پست بپرسین. راکی رابیت رو اگه توش توکن دارید یادتون نره حتما برید برداشت کنید. فردا 23 نوامبر باید برداشتش کنید. تا ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بعدی بدرود. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.